سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به این ویدیو. من پرام ساباز هستم و امروز قراره سراغ بازی خیلی جذاب و رومخی. آقا این بازی مثلا اینه که وقتی از بالا پایین میفتی با فشار بخوری، ولی اصلا قرار نیست ما فشار بخوریم، چون اصلا آدم فشاری نیستیم. اسم گیم هست A Difficult Game About Climbing، یعنی بازی در مورد کوهنوردی. یه روش مورد از کوهنوردی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی واقعا بازی آسونیه. من اینو دیده بودم مثلا خدای یوتیوب هم رفته بودن، واقعا اصلا بازی very ایزیه. مثلا قبل اینکه ویدیو رو استارت کنم یه ذره بازی کردم و واقعا بازی راحت و آسونیه. اصلا حالا یه ذره رفتم حالا افتادم پایین، تازه یه جای خیلی سختشم افتادم پایین، ولی هیچ فشاری رو بنده نیومد. این چی میگم؟ هیچی. فهمیدین؟ هیچ فشاری، اصلا چیزی به نوع فشار درون یک سابباز وجود خارجی. اینو میندازم بکن، برو بالا دیگه. بیا. خیلی سخت کار باش، ولی خب یا این چرا اینجوری میکنه؟ نگاه کن، نباید خودتو اینجوری بندازی، اینجوری باید بکنی. الان باز خودم انداختم ولی چیزی نگم. دهن انگشتاتون، موستون و غیره سایده میشه با این گیم. خب سرویس میشه دهنش یه جورایی. بعد اینم تا اینجا هیچی نیست. منظورم اینه که اینو میندازم اینجا، الان اینم اینجا، شد، اینم اینجا. واقعا که اصلا الان کجا باید برم؟ شیت نورمال، خیلی ایزیه بازیش. بسم الله الرحمن الرحیم. چجوری اینجا بپرم اونجا؟ حاجی بعضی موقع یه لحظه حواستون پرت میشه. بابا بگیر دیگه این آدم، بابا کچل. بابا نووی اصلا ولی فشاری نشدم، نمیدونم چرا اصلا، حتی یه قطره. به خدا چیه؟ بیا همون راهی که رفتم و برمیگردم، کاری نداره که بیا. اصلا خیلی ایزیه جدی. فشار چیزه بابا. همین دفعه این بکن تموم بابا. فشاری میشه، فشاری میشه با نمیدونم. من فشاری بشم من فوش بدم، یعنی اصلا نمیتونم. اصلا کانال من هنوز کانال فوشی نیست، نخواهد بود. من اصلا فوش نمیدم تو ویدیو هم، فوش نمیدم. فوش اصلا. بابا بگیر دیگه آقا. واسه اینو من یه لحظه بگیرم. اینم نیست بابا. مردی که کچله. خب یه لحظه بیا اینجا آروم. آفرین. حالا برو تموم شد. انگوشام به فاک رفت حاجی. خیلی ایزیه، پشمام واقعا. دفعه پیش اینجا اومدیم، خیلی جدید بودیم.
نگاه کن اینجوری میره آقا. خب نگاه کنین اگه از اینجا به نواس. خب این به نظر من راهکار بهتری. نه فشاری نشدم اصلا اشکال نداره، راه باز میرم، اصلا مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیست. برو بریم ما، برو. خب ببین اینو سر میخوره مثلا میرم پایین، اینم مثلا یه ذره بالاتر. برو وای یکم مونده بود آجی، زن تو خیلی رسب کن. اینجا فکر باید کنی. ببین من اینقدر بیشتر فاصله ندارم. خب اگه به نظرتون از بالای بالا بپرم اون بالا نوکش از اونجا باید بپرم یا اینجا؟ خب بگیر مادر سگ حرومزاده، بگیرشون انو. وای انگوشم. وای پسر این چه گویی بود من خوردم. بیناموس تو چجوری میافتی آخه؟ نه هنوز فشار نشد. من هنوز فشار نشدم دوستان، تو این کمره ندارم فکر کنین من هیچی نمیبرم. بازیه بابا. نکن نمیرسه آجی. بگیرش دیگه بابا این انو. وای انو نشده. وای هنوز فشار نشدم اصلا. برو ما دست سگ اصلا دوستان. اصلا چرا فشار شد؟ I don't have a brain gentleman but I have idea. وای خدا خیلی زندگی خوبه. بابا مادر بابا انو بگیر خوب حداقل. دستم بگارم بابا.
میترسم آجی ناموسا، نمیدونم چرا نترسم. یه بار دیگه ای مادرت سگ یکم مونده بود آجی به قرآن، چوس مثل ناخون مینداختی بیناموس. هنوزم فشاری نشدم. بابا مالیدم. آه خدا خیرت بده مرد کچل. وای دستم ول نشه اینجا، دستم ول بشه، ول بشه. وای 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 وای. من شاشیدم تو این بازی ولی هنوزم فشاری هستم اصلا. بابا من چونم میخوره اصلا. وای 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 وای. بابا من ای مادر بگرید. بابا چرا کم میره اینقدر؟ شانسی رفتم دفعه اولم بابا. شی من یه پرندم آرزو دارم تو یار مادر سگ من باشی. حالی جدی دارم خسته میشم. چه کسخولی هم اومدن این بازی رو ای مادر مادر بی تو تنها و غریبم بابا. وای 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 وای. بابا اصلا ملق میزنه مادر. بابا مادر تو بگیر دیگه داداش. انگوشای من خسته شد ناموسم. بپر چون تو هم بیار یه ذره زج بکش. قرار نیست دهنه من گاییده میشه تو هیچ گوی نخوری. بابا قرار نیست. بابا این مادر سگ کاراکتر من زور نمیزنه. آریو کیوسه داشت میرن این ماست. من چه فرقی با اون دارم مگه ها؟ چه فرقی دارم مگه من؟ بگیر اینو ببینم. هیچ فرقی ندارم 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 واسا دارم. اگه اینو بیفتم یعنی خیلی فرق دارم. اگه نیفتم یعنی هیچ فرقی بین من و اون نیست. دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. تشکر میکنم ازتون. اینم بود از بازی کوهنورد بیناموس. خیلی خوشحال شدم که این بازی رو با من تماشا کردید و خواستم بهتون بگم که این بازی رو اصلا بازی نکنید. نمیشه غرقش کرد. خیر این بازی رو بازی نکنید. تا درودی دیگر بدرود.